هنگام گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 7 دکبر سال 2019 برای فریب به باوری مرد 67 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 316,609 سومانی گرفته وعده داده است که از بنای نو ساختمان خانه دوجرگی گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سینای شهر دوشنبه با مکتوب شکایتی راهبریت مکتب رقم 25 مراجعت نموده است که شب 29 به 30 مارس سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به بنای مکتب مذکور واقع در کوچه اسماعیل سامانی در آمده از اتاق کاری یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ، 3 عدد مونوبلوک، یک عدد نوتبوک، 2 عدد پروسسور و یک عدد بازی کامراهای مشاهده‌ای را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 56448 تومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.